سرخط مهمترین خبرها. سرسانی ساکنان از راهبندی در پایتخت. مهاجران از نفقه روسیه محروم می شوند و پیشنهادی بالاروی نرخ برق. سلام و هفته نوتان بخیر باشد بیننده های عزیز. با برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز 28 مارت است. برگزاری مسابقه قهرمانی آسیایی با ولاسیپدرانی در شاهراه‌ها باعث راهبندی در پایتخت شد. بیشتر محله‌های شهر برای آمد و رفت نقلیات مسافربر بسته شد. هزارها ساکن پایتخت صبح امروز نتوانستند سری وقت به جای کار برسند. این در حالی است که شهردار دوشنبه قبلا با نشر خبرنامه از ساکنان دعوت کرده بود که از روز 25 تا 30 مارت از استفاده نقلیات شخصی خودداری کرده برای روو از اتوبوس ها استفاده برند. مقامات در ناحیه شهر نو گفتند که از 322 آموزگاری که سال گذشته ترک کسب کرده بودند 214 نفر آنها برای کار به روسیه رفتند. شهلا یولداش و مسئول بخش کادری شعبه معارف این ناحیه با نشریه پارلمانی صدای مردم گفته است که آموزگاران معاش کم را دلیل ترک کردن کسبشان دانستند. پیشتر مقامات ختلان گفته بودند که بیش از 2000 آموزگار در این ولایت ترک کار کردند. این در حالی است که محمد یوسف امامزاده وزیر سابق معارف و علم در نشست مطبوعاتی روز 3 فوریه گفته بود که ترک ساحه کردن آموزگاران یک چیز نو نیست و نباید از آن فاجعه ساخت. این حرف وزیر سابق در شبکه‌های اجتماعی سر و صدا به پا کرد و او را به بی‌تفاوتی به سرنوشت آموزگاران تنقید کردند. معاش یک آموزگار با معلومات عالی و تجربه کاری تا 1030 سومانی یا کمی بیشتر از 91 دلار مقرر شده است. آموزگاری که تازه دانشگاه را ختم کرده به مکتب می رود 759 سومانی یا 67 دلار معاش می گیرد. ضمناً روسیه نیت دارد از 1 ینوار سال 2023 از سازشنامه کفالت نفقه برای شهروندان اتحاد دولت‌های مستقل خارج شود. این به آن معنی است که من بعد به مهاجران کاری تاجیک هم نفقه اجتماعی دادن نمی شود. سازشنامه در مورد کفالت نفقه که سال 1992 امضا شده است در برابر روسیه اینچنین تاجیکستان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوا، ترکمنستان، ازبکستان و اوکراین را شامل می شود. سبب این تصمیم روسیه صرفه پول گفته می شود. طور اربکا با تکیه به لایحه یک قانون فدرالی خبر داده است. آن علاقه با وزارت مهنت و وزارت کارهای خارجی روسیه موافقه شده است. در شرح لایحه قانون ذکر شده است که سازشنامه کفالت نفقه برای شهروندان کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل علاقه خدمتش را برای آن شهروندانی که در اتحاد شوروی کار کردند به انجام رسانده است. یک مسئول جماعت شوگناو ناحیه خوالینگ ادعا دارد که او را برای شکایتش از مشکلات جماعت به رئیس ناحیه از کار راندند. اما وکیلان محلی میگویند او با مردم معامله خوب ندارد و برای همین لایق کار کردن در جماعت را نداشت. چرا این موضوع را در گزارش محمود جان رحمتزاده همراه میبینیم. سیلیگول رزاقова 6 ماهی پیش به حیث کاتب جماعت شوگناوی ناحیه خوالینگ کار میکرد. ماه اکتبر وکیلان محلی جلسه برگزار کرده گفتند که رزاقова با مردم معامله خوب ندارد و برای همین لایق کار کردن در جماعت نیست. با همین سبب وکیلان بر رزاقова بر اساس قانون درباره مقامات خود اداره کنی شهرک و دهات اظهار ناباوری کرده خواستند که او از وظیفه آزاد شود. سیلیگول میگوید ادعای وکیلان اساس ندارد و او را برای شکایتش از مشکلات جماعت بر رئیس ناحیه از کار رانده‌اند. سیلیگول رزاقова ادعا دارد که رئیس ناحیه به او قول داد یک کمیسیه تشکیل نموده مشکلات جماعت را حل میکناند. اکنون به قول او همین صحبت سبب از کار راندن شد. روزی 12 اکتبر من با رئیس ناحیه رساندم. گفت که معلم خوب پگاه ما مقصد گروه کاری را روان میکنم، خطا میسنجن، حجت را میبینن، یگان نتیجه نمیاییم. من دلم پر که گروه کاری میرود و من یاری میرساند. زنی 50 ساله میگوید که 30 سال عمرش را در کار در مقامات محلی سپری کرده و برکناریش ناعادلانه و بی انصافی است. از این رو به دادگاه مراجعت کرده است تا او را در مقامش برقرار کنند.
دادگاه خوالینگ و کلوب این شکایت را رد کرده و گفتند که او همچون خدمتچی دولتی ترتیبات داخلی را رعایت نکرده باعث عرض و شکایت‌های مردم شده است. رئیس ناحیه نیز میگوید اینجا هیچ غرضی نیست و او کسی را از کار برکنار نکرده است. کتیب جماعت شگنو این در صلاحیت خودی همون مجلس جماعت ها می‌دارد. اون در همونجا مثلا بررسی شدگی اگون دستور از جانب رئیس ناحیه شدگی نیست که بحث‌های از وظیفه برکنار شدن کارمندان در حکومت خوالینگ بعد تعیین شدن مجیدی مهددی به حیث رئیس ناحیه آغاز شد. حالا 4 نفر در خوالینگ دعوا دارند رئیس با هر بهانه آنها را از کار برکنار کرد. 6 ماه پیش اسکندر بابانظرов، رئیس سابق دستگاه و ملیکه رحیمزاده، کارمند شعبه عمومی حکومت ناحیه بعد برکناری به دستگاه پرزیدنت شکایت برده‌اند. کارمندان سابق در برکناری و بحث‌ها رئیس ناحیه را گناهکار می‌دانند، ولی او این همه را رد می‌کند. سیلیگور رزاقова، اسکندر بابانظرов و ملیکه رحیمزاده به دستگاه پرزیدنت نامه نوشتند به برکناری آنها بهای حقوقی داده شود، ولی تا حال پاسخ نگرفته‌اند. محمود جان احمدزاده، آزادی خوالینگ. خزینه بین‌المللی اسعار به حکومت تاجیکستان توصیه داده است که قیمت نیروی برق را بالا برد. در این باره در مراجعتنامه سازمان از روی جمع‌بندی هیئت آخرین در کشور گفته می شود. خبر داده شد که با این راه باید وضع مالی بخش انرژی کشور بهتر شود. از جمله به خاطر پشتیبانی از شرکت برق تاجیک، خزینه برای جبران خراجات و کم کردن تلفات تدریجاً بالا بردن تعرفه‌های نیروی برق را توصیه می‌دهد. اما در برابر این کارشناسان خزینه به نگاه داشتن سوبسیدیا برای خانواده‌های کم درآمد دعوت کردند. یادآور می‌شویم که طی 10 سال اخیر نهادهای مالی بین‌المللی از قبیل خزینه بین‌المللی اسعار و بانک جهانی از حکومت تاجیکستان دعوت کردند که همه ساله قیمت نیروی برق از جمله برای مردم را بالا برد. بخش یک روز تاریخ را در تهیه همکارمان خیرمان بقازاده همراه می‌بینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی بیخبر نمانیم. پایان ماه مارت سال 2021 در روسیه یک فعال مهاجران و منعقد حکومت تاجیکستان عزت امان ناپدید شد و تنها بعد چند روزش مقامات حفظ قانون درباره استرداد و بازداشت شدن او در تاجیکستان خبر دادند. حامیانش از دزدیده و غیر قانونی به تاجیکستان برده شدن عزت امان اظهار نگرانی کردند و این حادثه را به انتقادهای او از حکومت تاجیکستان ربط دادند. دادگاهی که پشت درهای بسته برپا شد، عزت امان را با گناه قلابی به 9 سال زندان محکوم کرد. با قرار حکومت تاجیکستان پایان ماه مارت سال 2013 در تاجیکستان مؤسسه نوی تحصیلات عالی تأسیس شد که به قول مقامات مطابق به تقاضای بازار بود. دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان متخصصان را در 3 فاکولته در بخش رسامی و طراحی آماده می‌کند. 28 مارت سال 1942 مولودخان عبدالله‌یو تولد شده است که برای آموزش زبان روسی در تاجیکستان سهمی زیاد گذاشته است. پروفسور عبدالله‌یو یکی از تشبسکاران تأسیس دانشگاه پداگوژی زبان و ادبیات روسی به نام پوشکین در شهر دوشنبه 71 سال عمر دید. او یکی از دانشمندان برجسته ادبیات روس بود و برای تعلیم آن با چهارچوب دانشگاه محدود نمیشد و در این سمت با تلویزیون و رادیو هم همکاری میکرد. همسر شاعر تاجیک علی باباجان بود. بانک ملی ارزش قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی 132 سومانی و 20 درم و 100 دلار آمریکایی 1296 سومانی است. در بانک‌های تجارتی و بازار غیر رسمی ارزش روبل و دلار آمریکایی به مراتب فرق می‌کنند. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. فردا همین وقت ساعت شما را منتظریم. خدا نگهبانتان.